جدولی رو در ذهنتون باز کنید، یه ستون رو اختصاص بدید به آقایان، یه ستون هم به خانم‌ها. تفاوت‌های آقایان و خانم‌ها رو از نگاه روانشناختی خدمتون میگم، بعضیاشونه میگم اینا رو به خاطر بسپارید. یک، آقایان اساساً به سکوت علاقه دارن، در حالی که خانم‌ها معمولاً به گفتگو علاقه دارن. دو، آقایان در سکوت مشکلات خودشون رو حل میکنن، در حالی که خانم‌ها با گفتگو مشکلات خودشون رو حل میکنن. خانم‌ها معمولاً باید صحبت کنن تا مشکلشون حل بشه. اما این خدمت دختر خانم‌های گل هم بگم، انشالله موقعی که ازدواج کردید بچه‌ها یادتون باشه مردها موقعی که میان خونه نیاز به آرامش دارن. محض رضای خدا به مردا پیله نکنید، هی بهشون نگید چه خبر. مرد باید ساکت باشه تا بتونه به اون آرامش دست پیدا کنه. مردا میان خونه هی زنه میگه چه خبر، حرف بزن، اوضاع چطوره، وام گرفتی، بگو دیگه، بگو، حرف بزن. اعصاب بابا مردها عین یک کامپیوترن به خدا. مردها موقعی که اومدن خونه نه از شما ناراحتن نه از اداره. موقعی که اومدن خونه عین یک کامپیوتر خستن، باید ریست بشن. اگر بهشون پیله کردید هنگ میکنن، اگه هنگ بکنن دلیتتون میکنن. آقایان به طور متوسط 14,000 کلمه در روز حرف میزنن، در حالی که خانم ها به طور متوسط 26,000 کلمه حرف میزنن. آقایان اساساً توجهی به تشریفات ندارند، در حالی که خانم ها بسیار به تشریفات توجه دارند و ایجاب میکند که مردها به تشریفات خانم ها بسیار توجه بکنند. آقایان اساساً شنونده خوبی نیستند، در حالی که خانم ها بسیار شنونده خوبی هستند. آقایان اساساً از راه چشم عاشق می شوند، در حالی که خانم ها از راه گوش عاشق می شوند. مردها معمولاً بیشتر با نگاه فرد مورد نظر خودشون رو به عنوان همسر آینده ورانداز می کنن. تیپ و جمال و کمال و همه اینا رو تو همون دو دقیقه 5 دقیقه اول صحبت تمام اون ایمپالس های لازم برای اون در حقیقت پاسخگیری خودش، این که همسر مورد علاقش هست یا نه رو میفرسته، اون سیگنال های لازم رو میفرسته. مردها اساساً از راه چشم عاشق میشن و خانمها اساساً از راه گوش. یه خطر بزرگی که برای خانمهای عزیز و محترم و بزرگوار وجود داره اینه که زیاد از این موبایل خراب شده استفاده میکنن. این موبایل آخرش کار دست بعضی از شما میده. من همیشه به دانشجوهای پسر خودم گفتم هر وقت خواستید برید مخ دختری رو بزنید، قبل از اینکه او قیافه نفس شما رو ببینه 2-3 بار بهش تلفن بزنید، با تلفن به راحتی مخشو میزنید. این اصلا یه فرموله. علتش چیه؟ علتش اینه که اساساً دختر در یک شرایط Freestyle